بعد 5 سال جستجو گمانبر قتل یک صراف در ناحیه جبار رسولوف بازداشت شده است. مقامات کارهای داخلی سوغد میگن که عبدالله ایشانقلوف ساکن شهرک پرالتری ناحیه جبار رسولوف سال 2012 هم صراف محلشان را به قتل رسانده، بعد آن در روسیه پناه برده بود. مسئولان دفتر مطبوعات ریاست کارهای داخلی سوغد به رادیوی آزادی گفتند که گروه فوری جستجویی در این سالها از پی ایزی گمانبر اصلی بود و برای دستگیر کردنش کار می برد. بنا به اطلاع اداره امور داخلی ولایت سوغد، علیه عبدالله ایشانقلوف بر اساس 2 بند کودکس جنایی تاجیکستان دزدی و راهزنی پرونده باز شده است و بعد از انجام تحقیق این پرونده برای بررسی به دادگاه فرستاده خواهد شد. بنا به خبری رسمی، عبدالله ایشانقلوف در یکی از روزهای سال 2012 هم با هدف غارت وارد دکان صرافی عالمجان میرحلیموف واقع در مرکز شهرک پرالتری ناحیه جبار رسولوف شده او را با ضرب کارد به قتل رسانده است. خود میرحلیموف در نوار فوری پلیس میگوید که اول فقط اندیشه غارت صراف را داشت، اما وقتی که وی مقابلت نمود به سویش کارد کشیده است. هم تو درآمدم و کارت تیز خال شده، هم تو درآمدم پولای خالکده گرفتم، این دستش خطی سپراتیولی نکرد. سونی اینتراژ یک زدم، سونی وای نمی پول نشو یک زدم ده این طرفش با من، این طرفش با من توش نازی نمیدونم و تیز بود. سونی دست این وای خطی چیزم وای سر داد. قتل و غارت و سوءقصد به صرافان و طلافروشان در سالهای اخیر در تاجیکستان و به خصوص در منطقه شمالی آن زیاد رخ داده، جامعه را به وحشت و صرافان را در پی حفظ جان خود به هراس انداخته بود.